دو برادر مادر پیر و بیماری داشتند. با خودشان پیمان بستند که یکی از آنها به مادر خدمت کند و دیگری به خداوند خدمت کند. برادری که پیمان بسته بود به خداوند خدمت کند به مسجد رفت و از عالمان بزرگ دنیا شد و همه افراد مشهور و عالمان به دیدار او می آمدند و به او احترام می گذاشتند. آن یکی برادر برای اینکه به مادر پیر و مریض خود خدمت کند از تمام رفاه خود و حتی دوستان خود زد و تماما به مادرش خدمت می کرد. برادری که تبدیل به یک عالم بزرگ شده بود پیش خود فکر می کرد من درجه بالاتر و ارزشمندتری در نزد خداوند نسبت به برادرم دارم، چون عمری است به خداوند خدمت می کنم. همان شب مرد در عالم خواب دید که خداوند به او می گوید ای بنده من، تو را به حرمت برادرت که در خدمت مادرت است می بخشمت. مرد با گریه گفت خدایا عمری است در خدمت تو هستم، آیا درست است که به واسطه برادرم مرا ببخشی؟ خداوند خطاب به او گفت ای بنده من از عبادت و خدمت تو بی‌نیازم، ولی مادر تو از خدمت کردن تو بی‌نیاز نیست. برادرت خدمت به یک نیازمند می کند ولی تو خدمت به یک بی‌نیاز. برای همین به حرمت برادرت تو را به خاطر این عجب و غروری که داری می بخشم. برای سلامتی مادرت بنویس خدایا حفظش کن.